در منطقه قبیله‌های خیبر پختونخوای پاکستان معرکه امگذرانی آغاز یافت. خادمان ساحه بهداشت با قبول چاره‌های ایلاوگی امنیتی سعی خواهند کرد که در دوام 3 روز آینده هزارها نفر را بر ضد بیماری پولیو ام کنند. سال روان در منطقه قبیله‌های پاکستان 250 حادثه سرایت پولیومیلیت به قید گرفته شده است. در شهر پیشاور پاکستان دانشجویان و فعالان جامعه شهروندی جایزه نوبل خانم جوان ملاله یوسفزی را جشن گرفتند. او امسال جایزه صلح نوبل را با فعال هندی کیلاش ستیارتی تقسیم کرده است. ملاله در چهاربینی پیشاور حضور نداشت ولی توسط خط ویدیو با پیام به حاضرین مراجعت نمود. ماه اکتبر سال 2012 طالبان با تیر سلاح ملاله را از سرش مجروح نمودند ولی این حامی تحصیل دختران سلامتیش را برقرار کرده ترغیب تحصیل و معرفت دختران را دوام داد. در شهر سرایو پایتخت بوسنیا و هرزگوین بنیاد کودکان سازمان ملل یونیسف 25مین سالگرد تصویب اعلامیه بین المللی حقوق کودک را تجلیل نمود. یونیسف کودکان را به بینای پارلمانت این کشور برد و آنها امکان داشتند که سوالهایشان را خطی به رهبران این کشور مطرح کنند. در شهر جنوبی شیمکنت قزاقستان آزمون مؤذن‌ها برپا شد. در این سبقت که از طرف اداره مسلمانان قزاقستان تشکیل شده است 50 مؤذن اشتراک کردند.